موشک الیاسین، قاتل تانک‌های مرکاوا. راکت ضد تانک الیاسین 105 نسخه فلسطینی و بهبود یافته راکت روسی RPG-7 است که با پرتابگرهای RPG شلیک می شود. نیروهای حماس در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه پس از عملیات طوفان الاقصی شمار زیادی از زره‌پوش‌ها و تانک‌های مرکاوای ارتش اسرائیل را با استفاده از راکت‌های مذکور منهدم کردند. موشک یاسین 105 یک موشک دوشپرتاب ضد زره است که اولین بار توسط فلسطین ساخته شده و در میدان نبرد عملاً مورد استفاده قرار گرفته است. این موشک تنها در ظرف چند هفته شهرت و محبوبیت جهانی کسب کرد. حد اکثر سرعت راکت الیاسین 105 حدود 300 متر بر ثانیه است. برد مؤثر راکت 150 متر اما برد مفید آن تا 300 متر است. حماس راکت الیاسین 105 را قبلا نیز به کار برده و با استفاده از آن توانسته بود زره کامبوژیت مرکاوای 4 را بشکافد. رژیم صهیونیستی طی سالها مرکاوا را تانک بسیار پیشرفته و شکست ناپذیر جلوه داده بود، اما نبرد حماس با یگانهای زرهی ارتش رژیم اسرائیل به افسانه شکست ناپذیری مرکاوا پایان داد. گفتنی است اولین بار در فبروری 2017 گردانهای قسام از تولید نسخه بومی راکت‌های 2 مرحله‌ای خبر دادند و آن را یاسین 105 نامیدند. همچنین اعلام کردند که نسخه فلسطینی راکت در کل هم از حیث دقت و هم از نظر قدرت انهدام تانک‌ها و زره‌پوش‌ها بهبود یافته است.